کامنتار ببندیم بریم سراغ موضوع جذابیت و کاریزما و تاثیرگذاری. و حالا جذابیت رو نمیخوام زیاد استفاده کنم، بیشتر سرم از واژه تاثیرگذاری استفاده کنم. چرا ما باید تاثیرگذار باشیم و آیا یه سری آدمای خاص باید تاثیرگذار باشن؟ یعنی مثلا ما اگر وارد یک رابطه شدیم باید یاد بگیریم که تاثیرگذار باشیم، یا مثلا اگر یک کسب و کاری رو برای خودمون داریم باید یاد بگیریم که تاثیرگذار باشیم. تاثیرگذاری برای کیاست؟ چه موقع ما باید یاد بگیریم تاثیرگذار باشیم و چرا؟ به چه دردمون میخوره این تاثیرگذاریه؟ خب که چی؟ اصلا تاثیرگذاری، کاریزما، زبان بدن، اینا برای چیه؟ چرا مثلا من باید یاد بگیرم اینا رو که ازش استفاده کنم؟ یه چیزی بهتون بگم. اولین نکته‌ای که میخوام بهتون بگم اینه که خیلی از ما آدم‌ها تصورمون توی ذهنمون اینه که باید به یک نقطه‌ای از زندگیمون برسیم و بعد یه سری از کارا رو انجام بدیم. خیلی وقتا ما برنامه‌های خیلی خوبی داریم برای زندگیمون، دوست داریم خیلی کارهای خفن و بزرگ و ایدئالی انجام بدیم، اما اینا رو گذاشتیم برای کی؟ برای یک روزی که به یک نقطه‌ای برسیم و بعد بیایم از این چیزایی که دوست داریم استفاده کنیم یا این برنامه‌ها رو برای زندگیمون اجرا کنیم. اما چیزی بهتون بگم، خیلی هدف گذاری خیلی خوبه ها، هدف گذاری، رسیدن به یه سری چیزا خیلی خوبه، اما آدم‌های موفقن، آدم‌های برنده هستن که از مسیر لذت میبرن. وقتی تو این مسیر قرار گرفتن اونجوری که دلشون میخواد زندگی میکنن و لذت میبرن. چه تاثیرگذاری؟ ببینید من یه مثال براتون بزنم از تاثیرگذاری که چقدر مهمه، چقدر خوبه. وقتی آدما توی یه جایگاهی که هستن، توی هر جایگاهی، یعنی مهم نیست شما چیکارید، چه مشاوری، چه مدرسید، چه یک مادر هستید، چه یک دانش آموز هستید، یا یک فروشنده هستید، یا مدیر یک قسمتی هستید، وقتی تاثیرگذار باشید میشید بهترین خودتون. وقتی تاثیرگذار باشید میتونید توی اون حرفه خودتون، میتونید توی اون محیطی که قرار دارید میتونید بدرخشید، میتونید خیلی خوب عمل کنید. من این مثال خوب براتون بزنم. ما اینجا یه آدمی داریم، یه آقایی هست که چای میفروشه. چای براشون شاید بر بعضی خیلی عجیب باشه که خب چای، چرا چای؟ این آدم یه چای هندی رو اینجا سرو میکنه لب ساحل، یه دکه خیلی کوچولو داره، این دکه رو اومده بهش رسیده، خوشگلش کرده، یه دوچرخه بهش وصل کرده و با این دوچرخه میاد این گاری که داره رو جابجا میکنه و میبره لب ساحل. مثلا ساعت کارش هم از صبح تا شب نیست، به خاطر حال شرایط آب و هوایی که اینجا وجود داره و چون شغل دومشه، شغل اولی سرایدار مدرسه است. شغل اولین آقا سرایداری مدرسه است. 5 صبح میاد دکه‌شو میاره تا ساعت 8، شبا هم مثلا 8-9 میاره اینو تا ساعت 12 شب. یعنی این دوتا تایم کاریشه. خب چون شغل دومشه و شغل اولی سرایداری مدرسه است، خیلی وقت نمیکنه بیاد دیگه. یه چای داره، چای هندیه، یعنی دستورش برای هندوستانه، اسمش هم چای کرک، بهش میگن چای کرک. میاد اینو سرو میکنه لب ساحل. حالا این آدم اگه بهتون بگم کل تقریبا شهر میشناسنش. این آدم توی صدا سیمای اینجا رفته، چند وقت پیش برای یک برنامه تلویزیونی شبکه 2 دعوت شده بود و رفته بود تهران. شهردار، فرماندار، استاندار، معاونهای اینها، خیلی از بازیگرای صدا سیما، خیلی از کارگردانا، خیلی از آدمای بزرگ اینجا میان پیش ایشون چای میخورن، میان پیش ایشون صحبت میکنن. بسیار آدم گرمیه، بسیار آدم صمیمیه. انقدر این آدم تونسته تاثیرگذار باشه که توی چند تا برنامه تلویزیونی، نه فقط برنامه تلویزیونی محلی و برنامه‌های بومی که اینجا باشه، نه، گفتم که چند وقت پیش به همراه خانواده دعوت شده بود تهران و اونجا توی برنامه تلویزیونی شرکت کرده بود و کلی باش مصاحبه کرده بودن.
ببینید چه اتفاقی میفته که یک آدم توی همچین جایگاهی انقدر میتونه تاثیرگذار باشه، انقدر میتونه تو دلبرو باشه، انقدر میتونه دوست داشتنی باشه. بعد خیلی وقتا ما نمیتونیم مثلا توی دوستانمون هم یه جایگاه خوب پیدا کنیم. ما توی محل کارمون همش درگیر دعوا و جر و بحث و نمیدونم مسائل این شکلی اعصاب خردکن هستیم. ببینید چی میشه، چه اتفاقی میفته که یک شخص انقدر میتونه تاثیرگذار باشه. پس چی رو میخوام بهتون بگم؟ مهم نیست تو چه جایگاهی هستید، مهم اینه که توی اون جایگاهی که هستید بتونید بدرخشید و بتونید خوب عمل کنید. خیلی وقتا ما یک شرایط ایدئال رو برای خودمون درست میکنیم، میگیم هر وقت مثلا من به این شرایط مالی رسیدم بعد میام این برنامه هایی که برای خودم دارم رو اجرا میکنم. خیلی وقتا ما همیشه یک مقصدی رو در نظر گرفتیم که به اون مقصده برسیم، ولی میبینید که میشه این شکلی هم تاثیرگذار بود، میبینید که اینجوری هم میشه به موقعیت‌های خیلی خوب رسید. حالا چرا اینقدر براش خوبه این؟ چون ارتباطات خوبی پیدا میکنه، چون میتونه خیلی جاها روابطی داشته باشه که به دردش بخوره. پس مهمه که ما یاد بگیریم چطور با آدم‌ها تعامل کنیم، چطور با آدم‌ها برخورد کنیم که بتونیم روشون اثر بزنیم. یه مثال دیگه براتون بزنم. ما توی برخورد با آدم‌ها خیلی وقتا توی اولین دیداری که داریم حس خوب یا حس بدی نسبت بهش پیدا میکنیم. تصمیم میگیریم که با این آدم رابطمون رو ادامه بدیم یا رابطمون رو ادامه ندیم. پس ببینید مهمه که چطور یک آدم سلام کنه بهتون، یک آدم چطور خودشو پرزنت کنه، یک آدم چه کفشی پوشیده، چه لباسی پوشیده، چه اکسسوریایی گذاشته، حالا داره پوشیده روی بدنش هست و همه اینا داره هی پالس میفرسته برای شما، هی داره یه سری پیغام ها برای شما میفرسته که فلانی با من ارتباط برقرار کن یا ارتباط برقرار نکن. خیلی وقتا ما بعضی از آدم ها رو به خاطر یه سری ویژگی ها رد کردیم توی ارتباطمون. طرف مثلا ابروهاش پیوندی بوده، طرف مثلا کفشش خوب نبوده. من یادم چند وقت پیش رفته بودم داروخانه یه دارویی بگیرم، بعد خب طول کشید برای اینکه دارو بهم تحویل بدن، دیدم یه آقایی با کت شلوار اومده و یه کفش مثلا اسپورت پوشیده. ببین تمام اون ذهنیتی که من از این آدم داشتم با این کفشی که پوشیده بود از بین رفت. حالا اینا خیلی ساده است ولی توی دنیای روابط، توی دنیای مذاکرات داستان خیلی پیچیده تر میشه. اینکه چطور شما بشینید، چطور نگاه کنید، کی و کجا لبخند بزنید که تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه. بعد من میگم لبخند، بعضیا ممکنه بگن که خب بابا لبخند که دیگه خوبه دیگه، یعنی لبخند هم انقدر مثلا ممکنه تاثیرگذار باشه؟ بله، لحن شما، کلام شما، جدیت شما، کجا لبخند بزنید، کجا لبخند نزنید. خیلی وقتها نباید لبخند زد، خیلی وقتها نباید حرف زد، خیلی وقتها باید حرف زد. همه اینا مهمه، این که چطور طرف مقابل شما رو ارزیابی میکنه. ببینید این که چطور، چه میزان پاتون رو باز نگه میدارید، دست ها کجا قرار گرفته، نگاه به کجاست، زاویه سر با بدن شما توی چه حالتیه. برای آقایون و برای خانم‌ها این همه متفاوته که چطور باید برخورد کنن. یه نکته رو بگم، من آدم نقادی نیستم، خیلی دوست دارم نقد کنم، ولی خب چون یک نقطه ضعفیه که تو خیلی از دوره‌ها میبینم، یعنی وقتی طرف میاد خودش پرزنت میکنه به عنوان یک مدرس، اینو من میبینم، مخصوصا خانوم‌ها. خب چون ما توی جامعه قرار گرفتیم که متاسفانه به خاطر فرهنگ ما خانوم‌ها فکر میکنن خیلی باید قلدر باشن، باید رئیس باشن که جذابیت داشته باشن یا بتونن تاثیرگذار باشن. یعنی معمولا ما وقتی توی این دوره ها میبینیم اسم آلفا، رئیس، نمیدونم یه آدم این شکلی همیشه به گوشمون میخوره، در صورتی که اینجوری نیست. یک مرد و یک زن توی محیط کارش و توی محیط خونه باید متفاوت عمل کنه. اگر یک زن و یک مرد توی هر دو محیط یکسان باشه،
باخته، اون نتیجه‌ای که باید بگیره رو نمیگیره. و مشکلی که خیلی از دوره‌ها دارن متاسفانه فقط به شما قدرت رو یاد میدن. شما قلدر باشید، شما با اعتماد به نفس باشید، شما نمیدونم این شکلی باشید، کسی باهاتون حرف زد، کسی مثلا فلان چیزی گفت جوابشو بدید، بعد میام مثلا تیکه کلام یا جواب براتون مثلا آماده میکنن، فلانی این سوالو پرسید شما این جواب بدید، فلانی مثلا اینجوری کرد شما اینجوری بگید. میگم دوست ندارم نقد کنم، مثلا آدم نقادی نیستم، نقد کننده نیستم، ولی خب اینا ضعفه، متاسفانه این شکلی نیستش. شما باید بدونید کجا چطور برخورد کنید. یه وقتی شما باید نرم برخورد کنید، یه وقتی شما باید با جدیت برخورد کنید. اینجوری نیستش که شما همیشه همه جا رئیس باشید، همیشه با یک زبان بدن حضور پیدا کنید، همیشه نمیدونم. باید غالباً با اعتماد به نفس باشید، اما یک جاهایی نه. ببین برنده بودن اینجاست که کجا چطور برخورد کنید. آدمی که توی همه محیط‌ها به یه شکل لباس میپوشه، آدمی که توی همه محیط‌ها به یه شکل برخورد میکنه، اون آدم تاثیرگذار نخواهد بود. یه سریا مثلا توی معارفه دوره کاریزما گفتن آقای قربانی من خودم همینجوری اعتماد به نفسم خیلی زیاده، دیگه میترسم بیام این دوره مثلا دیگه آدم سرزبوندار پررویی بشم. نه، کی گفته مثلا قراره ما اینجا سرزبونداری و پررویی به کسی یاد بدیم؟ اتفاقا ما اینجا متانت و وقار رو به یک مرد و به یک زن آموزش میدیم، چطور با متانت و با وقار رفتار کنه، چطور قدرتمند و ظریف باشه. هر جایی هر کسی افراطی عمل کنه نتیجه نمیگیره. کی گفته یه جا اگر دوره اعتماد به نفسه شما باید برید پرروبازی رو یاد بگیرید؟ اصلا پرروبازی نیستش. اینا ببینید ذهنیت‌های اشتباهیه که مردم نسبت به رئیس بودن و آلفا بودن و تاثیرگذار بودن و جذاب بودن دارن. یعنی شما هر جا بحث از قدرت میاد، بحث زورگویی و نمیدونم قلدربازی و اعتماد به نفس افراطی و اینجور چیزا میاد، ولی تاثیرگذاری تو اینا نیست. هرچند که باید خیلی وقتا یک مرد یاد بگیره چطور برخورد کنه که بتونه یک زن رو تحت تاثیر قرار بده. یک زن باید بدونه چطور باید رفتار کنه که یک مرد رو تحت تاثیر قرار بده. اینی هم که باز یه سریا میگن بابا شما چرا اسمش حالا نمیتونم بیارم چون اینستاگرام لایو میبنده، اصطلاح رو نمیتونم بگم، ممکنه که حساس باشه. شما دارید این شکلی فیزیکی برخورد میکنید، خب شاید درست نباشه. نه، اینا نیستش. یک زن، اینو از الان تا همیشه من بهش اعتقاد دارم، یک زن باید زن باشه، یک مرد هم باید مرد باشه. وقتی جایگاه اینا عوض بشه همه چیز به هم میریزه. حق و حقوق ها باید برابر باشه قطعا. و من هم خیلی به این اعتقاد دارم. واقعا من خیلی وقتا اذیت میشم که میبینم حقوق خانم‌ها چقدر پایمال میشه. چرا توی جامعه به اندازه‌ای که یک مرد میتونه یه سری آزادی ها داشته باشه، یه سری حق و حقوق ها داشته باشه، چرا یه زن نباید داشته باشه؟ اینا تعاریفش متفاوته و اینا بحثش جداست. متاسفانه به خاطر یک تداخلی که بین این تعاریف ایجاد شده، خیلی ها فکر میکنن برابری به این معنیه که مردها باید خودشونو به زنها نزدیک کنن یا زنها باید مثلا پا به پای مردها به این شکل عمل کنن. نه، اینجوری نیستش. هر دو گروه، هر دو جنس باید نقش خودشون رو ایفا کنن. اینجوریه که همه چیز قشنگتر میشه و تاثیرگذاری بیشتر میشه. پس ما قرار نیست این مفاهیم رو مثلا توی دوره کاریزما آموزش بدیم، دوره‌ای که جمعه قرار برگزار بشه و اسمش هم گذاشتم کاریزما. یعنی اونجا بهتون قرار زبان بدن رو یاد بدم، اونجا قرار لحن رو بهتون یاد بدم، اونجا قرار برخورد شخصیت رو بهتون یاد بدم. ببینید یه چیز دیگه رو بهتون توضیح بدم. خیلی از موارد این شکلی اکتسابی هستن. یعنی اینجوری نیستش که شما از بعد به تولدتون اینا رو یاد گرفته باشید و بخواید همیشه توی زندگی ازشون استفاده کنید. یه سریا هستن که خب ممکنه بگن بابا ما خیلی جذابیم، ما خیلی میتونیم تاثیرگذار باشیم. بله، موردهایی هستن، آدمهایی هستن که بلدن واقعا چی کار کنن، مثل آدمای پولدار.
آدمایی که خیلی پول دارن به دوره‌های مثلا پولسازی اعتقادی ندارن. چرا؟ چون اینا توی یک خانواده، توی فرهنگی بزرگ شدن که خب خیلی وضعیت مالی خوبی داشتن. اوکی؟ پس اینا وقتی یک مدرس مثلا بیاد براشون از پولسازی صحبت کنه شاید یه چیز مسخره باشه. چرا؟ چون قطعاً اینا درآمدشون چندین برابر اون مدرسه. درسته؟ اینا باید برم یه آدمایی که خیلی قدرتمندن، اینا بعد از پول به یه سری چیزهای دیگه نیاز دارن. به چی نیاز دارن؟ به تاثیرگذاری. یعنی دیگه پول اینجا بهشون کمک نمیکنه. اینا باید یاد بگیرن که تاثیرگذار باشن. یه نکته رو بهتون بگم، خیلی از آدم‌های پولدار وقتی نگاه میکنید بهشون کمک‌های خیلی مالی دارن و مثلا میرید تو دفترشون کلی قاب پشت سرشون گذاشتن از خدماتی که ارائه کردن، از خیریه هایی که دارن بهشون کمک میکنن، یا خیلی ها دیدید استوری میذارن شورا میندازن برای کاری که کردن. چرا؟ یکی از نشونه های آدم های قدرتمند برای تاثیرگذاری کمک کردن به دیگرانه. اوکی؟ یعنی چی؟ یعنی پول از یه جایی به بعد دیگه به این آدما کمک نمیکنه. اینا باید یاد بگیرن که تاثیرگذاریشون رو بیشتر کنن. اینا دوست دارن قدرتشون رو بیشتر کنن. پول تا یه جایی اون قدرت رو بهشون میده اما تاثیرگذاری نمیده بهشون. تاثیرگذاری چی میده؟ اون قابایی که پشت سرشونه. پس ببینید همون آدما هم به اینا نیاز دارن. یه نفر ممکنه قیافه خیلی خوبی داشته باشه، به واسطه مثلا قیافش خیلی تاثیرگذار باشه، هر جا که میره یه سری امتیازها رو به دست بیاره. خب ما نمیتونیم این کار کنیم بگیم نیست، اما تاثیرگذاری باز به شکل دیگه است. یا کسی که میدونه چطور از زبان بدنش هوشمندانه تر استفاده کنه قطعا میتونه امتیازات بیشتری رو هم به دست بیاره. متوجه شدی؟ و این نکته دیگه رو بگم، خب اونی که وضع مالیش خیلی خوبه، اونی که تو خانواده تونسته یه سری چیزها رو مثلا یاد بگیره، اون اوکی، مشکل نداره به این دوره ها، ولی یک قشر زیادی از مردم جامعه خب نبوده، توی همشرایطی قرار نگرفتم. من که طراحی خونه بلد نیستم بیام برم خونم طراحی کنم، میام از این متخصص کمک میگیرم که طراح خونه است.